یک جوان شرابی در دروازه مسجد آمده میخواد داخل مسجد شود. شرابم خوردم، مستم هست. خواستن که این رو از مسجد بیرون بیاندازن. هرچه کردن این جوان نمیخواهد که بیرون برود، چیخ میزند. من کلیپش را دارم، چیخ میزند و فریاد. وقتی میخواهد به زور داخل شود نمیگذارن، چند سیلی هم به صورتش میزنن، ولی گریه میکنه که مرا بگذارین داخل مسجد، چون بگذارین داخل مسجد، تا امام مسجد میآید. امام مسجد برش میگه که بگذارین بان بیاید. وقتی داخل مسجد میشه، شرابی هنوز شراب خورده مست است. میگه چی کنم؟ چی میخوایی؟ به امام میگه مرا جماعت بده. میگه ما خو نماز خواندیم. میگه نه من قبول ندارم، به من جماعت بده. امام به خاطری که دل از این خوش شوی، خوش شرابی است، فعلا مدهوش است، به هوش نیست، بیا میگه شروع میکنه به نماز دادن. نمیفشه سوره یاسین نمیخونه یا سوره الرحمن نه. وقت نماز رکعت دوم میشود، این انسان شرابی سر به سجده میگذارد. امام سلام دور میده، هنوز سرش از سجده بر نداشته. وقتی دست میدن که جان به جان آفرین تسلیم کرده است. میدانید کار کرده بوده که خدا نخواسته در حالت شراب جان بدهد. کار کرده بوده که الله نخواسته این انسان به طرف جهنم سوق داده شود، بلکه الله میخواست در آغوش رحمتش بیاید.